سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. الحمد لله کدش یو سمینار کی و در اوایل جا دارد که از نهاد کلمات جان دیوی یکی از دانشمندایی است که قبلا اشاره شد یک مکتب است به نام مکتب عملگرایی یا پراگماتیسم. مکاتب مختلف فکری و فلسفی و دیگه هستند. یکی از مکاتب عملگرایی یا پراگماتیسم است. جان دیوی از جمله سردمدارای این مکتب بود. یکی از دانشمندای غربی است، البته در قرن 19 زندگی میکرد. میبینیم که چه قسم اصول برای تربیت تعیین کرده. اول اصل تجربه میگه که آموزش یا تربیت بر اساس تجربه استوار است. یکی باز بعدتر نقد میکنیم که کدام اصولی را که یا تعیین کرده با کدام اصول دینی ما شما در تکر قرار داره، کدامش با هم همخوانی داره. اینطور نیست که کدام اصولی را که غربی ها وضع کرده کلش با اصول دینی ما شما در تکر باشه. اکثریت موارد را اونا از دین ما شما تقلید کردن در اکثر موارد. قبلا جناب رئیس اشاره کرد تا زمانی که مثلا اندلس اسلامی در اختیار ما بود، ما و شما سروری و سرداری جهان در اختیار داشتیم که چنان حیثیت را داشتیم مثل که امروز اروپا داره. جوان ما با خیلی افتخار میره در اروپا تحصیل میکنه، اوجا درس میخونه، اوجا علم را فرا میگیره، باز میره در افغانستان نشه یا در دنیای اسلام نشه بلند میگرده که من در اروپا تحصیل کردم. حالان که یک وقتی اروپایی ها با این افتخار میکردن که بیا در اندلس اسلامی یا در دنیای شرقی دنیای اسلام ایجا در مکاتب در پوهنتون ها علم را فرار بگیره و بعد بره در بین همسن سالای خود در بین جوانان در اروپا چی کنن؟ افتخار کنن که من تحصیل کرده جهان اسلام هستم. متاسفانه را باید بپذیریم. یعنی اکثریت موارد از اینا میشه با اصول اسلامی یا با اصول دین ما شما مطابقت داشته باشه. خود در کل باز یک مقایسه میکنیم نقد میکنیم. دوم اصل فعالیت. جان دیوی میگه که تربیت یا تعلیم ثمره فعالیت است. فعالیت شاگرد و استاد. شاگرد و استاد باید دست به فعالیت بزنند تا در نتیجه او آموزش یا تربیت صورت بگیرد. کوتاه میگم اصل علاقه و انگیزه. یکی از اصول در تربیت جان دیوی یا مکتب پراگماتیسم این است که باید میگه ما در متربی و مربی ایجاد انگیزه کنیم تا در نتیجه موجودیت انگیزه شاگرد ما و مربی ما بتونه مثلا به شکل درست پروسه تربیت را انجام بده و متربی یا کسی که تربیت میگیره او درست به اصطلاح فرا بگیره نمیره. و این موضوع واقعا هم خیلی مهم است. استادای گرامی، سر کار ما و شما با تعلیم و تربیت است. انگیزه خیلی به اصطلاح مهم و اصل اساسی در تعلیم و تربیت است. بعدتر ما شما اصول اسلامی را مطالعه میکنیم ان شاء الله که این موضوع در اونجا هم اشاره شده. اصل رشد باید ما شما میگه کوشش کنیم تا اونمو غرایزی که باعث رشد متربی میشه او را در متربی زنده کنیم. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا.